بهت میگن آب کمه، درست مصرف کن، اما هیچ وقت بهت نمیگن 50 سال پیش ما داشتیم بحران آب رو برای همیشه حل میکردیم. داستان قرارداد کرافت ورک یونیون رو شنیدی؟ سال 1354 سازمان انرژی اتمی ایران با غول صنعتی آلمان یعنی شرکت زیمنس برای ساخت 2 راکتور اتمی در بوشهر قرارداد بست، اما هدف فقط برق نبود. شاه بیت این قرارداد ساخت 2 آبشیرین کن غول پیکر بود که قرار بود روزانه 200,000 متر مکعب آب آشامیدنی از دل خلیج فارس تولید کنه. این حجم از آب یعنی پایان وابستگی جنوب به منابع زیرزمینی. اگه فکر میکنی حرف مفته، این شما و این صحبت‌های دکتر اکبر اعتماد، اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. دیگری هم که در جانب این مسئله نیروگاه شده، مسئله توجه به شیرین کردن آب شوره که در دنیا تا به حال از اتم واقعا برای شیرین کردن آب شور استفاده نشد، ولی ما الان مشغول هستیم و هم کشورهای بزرگ و هم کمپانی‌های بزرگ رو داریم دور هم جمع می‌کنیم که این تکنولوژی رو واقعا با همکاری ما کم کم به مرحله عمل بکشونیم و من امیدوار هستم که از حتی اولین نیروگاه‌های ایران که در سال‌های 81-82 به کار گذاشته خواهد شد تا یه مقداری هم بتونیم آب شیرین بگیریم. تا سال 1357 واحد اول نیروگاه 75% و واحد دوم 60% پیشرفت داشت و هزاران متخصص آلمانی و ایرانی مشغول کار بودند تا اینکه با وقوع انقلاب این قرارداد از طرف ایران لغو شد و این فرصت تاریخی به بزرگترین حسرت بهت میگن